طرح‌های جالب با سبک و اسلوب خاص معماری ملی. راه‌اندازی این تدبیر که با اشتراک نمایندگان کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته رشد محل، سراداره گیالوگ تاجیک و دیگر تشکیلات مربوطه صحوی صورت گرفت. اهمیت صنعت معماری را در همه دور و زمان یکی از جنبه‌های مهمترین معرفی‌گر تمدن، معرفت و تفکر تاریخی و جمعیتی هر یک خلق و ملت ارزیابی کرد. این است که حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با رشد این بخش پیشبرنده قریب تمام ساحه‌های خوجگی خلق توجه ظاهر کرده بابت ترقی دادن این ساحه با راهنمایی‌ها هدایت‌های مفید می‌نمایند. نمایش عمومی جمهوری بهترین لایحه معماری و شهرسازی معمار 2024 با مقصد معین کردن لایحه‌های بهترین بین معماران، لایحه‌کشان و هیئت‌های مؤلفه جمهوری تاجیکستان، معرفی دستاوردهای لایحه‌کشی معاصر، مستحکم کردن اهمیت اجتماعی اختصاص‌های معماری، شهرسازی و ساختمان، بلند برداشتن صفت کارهای لایحه‌کشی و مسئولیت کسبی از جانب کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اعلان شده. دستاوردهای اون نظررس عنوان می‌شود. نمایش آزمون این میدانی است که متخصصان کسبیت‌های گوناگون، ساعتی گوناگون، درجه‌های گوناگون از آن جمله دانشجویان، متخصصان جوان از روی 5 نامیناسیون دستاوردهای خود، لایحه‌های خود را برای نمایش گذاشتند و همیشه پیشوای معظم ملت تاکید میکنند که معماری باید انعکاسگر فرهنگ ملی و سنت‌های معماری قدیمی را به زمانه پیوند نماید و امروز طبق دستورهای پیشوای معظم ملت کمیته معماری و ساختمان تصمیم گرفته است چنین چاره‌بینی‌ها را برای رونق دادن فعالیت شهرسازی ادامه دهد و برای اشتراک در آزمون از جانب تشکیلات‌های لایحه‌کشی، متخصصان کسبی از آن جمله دانشجویان زیاده از 278 نامگوی لایحه‌های بهترین پیشنهاد کرده شد. ما با در زمینه نوی رشد استوارانه قدم مانده ایستادیم و فعالیت شهرسازی، ساختمانی و معماری در این زمینه نیز سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاد برای رشد کشور و دیار و در دوران استقلالیت امروز نشان دهنده‌هایی که در ساحه فعالیت معماری هستند خیلی نظررس هستند. نزدیک 280 لایحه برای اشتراک در نمایش عمومی جمهوری معمار 2024 از روی نامیناسی‌های بناها و مجمع‌های استقامتی بسیارشونه، انشاءات اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی، بنا و انشاءات استحصالی، صنعت تصویری و دیزاین از جمله اثرهای معماری دانشجویان پیشنهاد گردید. معرفی کارهای ایجادی معماران آینده در این نمایش عمومی نشانه دستگیری جوانان عنوان شده شهادت تحکیم همکاری‌ها میان کمیته معماری و ساختمان و دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میباشد. این لایحه انگاروی ساحل دریای شیر خوجند میباشد. با نظر داشته بناهای دفتر کاری، بیزنس سنتر، مهمانخانه های بسیار ستارگی در دو پهلوی ساحل دریای شیر نظر داشته شده است. در این آزمون ما 24 لایحه گوناگون رو پیشنهاد کرده شدیم. برتریت‌های لایحه‌های ما از دیگر لایحه‌ها در اون است که لایحه‌های ما از معماری معاصر و معماری کلاسیکی و معماری آموزشی اسلوبی ملی طرحریزی شدند. در نمایش عمومی جمهوری شروع از کارهای تطبیق شده لایحه‌های طرحریزی نموده پژوهشگاه‌های لایحه‌کشی کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف کمیته تدارکات آزمون و هیئت حکمان مورد توجه خاص قرار گرفت و جهت تطبیق طرح‌های معاصر و سرعت و صفت آنها مصلحت‌های مفید داده شد.